زد تو گوشش. امشب در انترنشنال جنایت فلسطینی ها علیه اسرائیل های کیوت گوگلی مگولی هست. بچه رو زدن تو گوشش. بی مقدمه میریم سر اصل مطلب. بابک جان 70 سال داریم این فلسطینی ها رو میزنیم میکشیم و بم میریزیم رو سر ننه بابا و بچه هاشون. عوض این که خونه هاشون رو تسلیم کنن اومدن زدن تو گوش این بدبخت ایوونی. میدونی الان تو چه وضعیتیه؟ نه والله. بریم تصاویرش رو ببینیم. این تصویرش نه، اینم نه، اینم نه، اینا اینجاست. نگاش کنیم آقا چقدر شما وحشی فلسطینی ها. فلسطینی ها بچه سر میبرن. تکذیب شد آقا. بچه جزغاله میکنن. اونم تکذیب شد. بچه ها رو تو قفس میکنن. که دروغی بیش نبود کلن. بچه ها رو میکشن. اینم تکذیب اصلا منو ول کنین. این خانم رو ببینین بهشون بگو که چه اتفاقاتی برای خودت و بچه ها افتاده. بگو بهشون. از بچه ها مراقبت کردن، به هم لباس دادن، خوراک دادن. بریم سراغ کارشناس نسل‌کش فلسطینیمون. سلام بنی جان، بگو اونجا چه خبره؟ سلام فرداد جان، ما اینجا در مرزهای فلسطین مستقر شدیم و میخوایم که یک جواب کوبنده بدیم بهشون. ما از هیچی نمیترسیم. اینجا تا مال خودمون نکنیم نمیریم. اینجا همش ماس. آجی این موجی کجاست؟ یا گوساله سامری؟